گفت عبدالله چرا در پهلوم نایستادی؟ گفت راستی همون حیبت و همون وقاری که حضرت شما دارین من دیگر گویم نتوانستم، یعنی غیرت نکردم که در پهلوی شما ایستم. و حضرت دستشون برداشتن و در حق حضرت عبدالله ابن عباس دعا کردن. بازم همین قدر برادرای عزیز که اهل بیت بودن، یعنی از خاندان پیامبر به شمار می رفتن، ولی بازم همین بسیار بسیار خاکسار بودن. حتی زید ابن ثابت که یکی از فقیه ها و یکی از دانشمندای همون زمان بود، وقتی میگم میخواست در اسب سوار شود، همون انا زنگوله گویم یا همون جایی که پا را میگذاری، میگه میرفت عبدالله هم را میداشت و زید میگه پاشا میمون بالای اسب سوار میشید. زید میگه خودش بسیار ناراحت حس میکرد، میگه عبدالله آخه تو اهل بیتی، مقصد حق خدمت ما داریم، چرا شما این کارا میکنین؟ میگه من از پیغمبر خدا شنیدم که اهل علم حرمت کنین. میگه مادامی که خیر شما که از پیغمبر این شنیده باشین، دستم میگه به تیگو زید بود، دستی عبدالله را گرفت و بوسه کرد. گفت منم از پیغمبر شنیدم که اهل بیت مرا دوست بداره. حیات خیلی مبارک دیدن، یعنی در تاریخ ها میگذرد که 71 سال عمر دیدن. الحمدلله که در همین دوام عمر همه پر از تقوا بود و پر از علم بود و پر از حلم بود و همه خیر و خوبی ها در این عمر نهفته بود. فکر میکنم بعضی اگر این معلومات اندک هم که باشد در گردش شما داشته باشین. میایم به سری سوال و جوابی که از جناب کردن. گفتن بهترین روز کدام روز است؟ بهترین ماه کدام ماه است؟ بهترین عمل کدام عمل است؟ برادرها جوابش گوش میکنیم. گفتن جناب عبدالله ابن عباس خیر الایام یوم الجمعه و خیر الشهور شهر رمضان و خیر الاعمال الصلاة الخمس لوقتها. گفتن بهترین روز جمعه است، بهترین ماه رمضان است و بهترین عمل 5 وقت نماز در وقتش خواندن است. برادرای عزیز سه جواب عالی جناب دادن. این جوابی هست که ایرا از کتاب خدا و حدیث های پیامبر جواب گفتن. در گرد هر کدام این من آیت ها و حدیث هایی که جواب این حضرت هست در ذهنم دارم، یکی فقط من وقتی زیاد نگیرم دوام موضوع دبریم. میگه فمضى على ذلك 3 ایام. این سوال وقتی که جناب عبدالله را کردن، از همین میگه 3 روز گذشت. از همین سوال و جوابی که با حضرت کردن 3 روز گذشت، یعنی جوابشون گرفتن. بعد 3 روز چیکار کردن؟ فبلغ علیا ان ابن عباس سئل عن ذلك فاجاب بکذا. همین نفری که جناب عبدالله را سوال کرده بود پیش حضرت علی آمد. علی گفت ما حضرت عبدالله ابن عباس 3 سوال کردیم، برای ما 3 جواب گفت و میخواهیم که همین سوال از شما کنیم و آیا شما مقصد جواب این مسئله ها را چی میگی؟ خب برادرای عزیز و گرامی گفتن چی سوال دادین؟ گفتن همین سوال دادیم بهترین روز، بهترین ماه، بهترین عمل. گفت عبدالله چی جواب گفت؟ گفتن که بهترین روز جمعه است، بهترین ماه رمضان است، بهترین عمل 5 وقت نماز خواندن است. برادرها
جناب علی چی گفتن؟ گفتن که لو سئل العلماء والحكماء والفقهاء من المشرق الى المغرب اما لما اجابوا بمثل ما اجاب به ابن عباس. گفتن اگر تمام علما، حکما، فقها از مشرق تا به مغرب اگر رفته همین سوالی را که کردین از عبدالله سوال کنین، همین جوابی را که عبدالله گفته است مثل این گفتن جواب داده هیچ کس نمیتواند. برادر عزیز اینجا یک چیز اشاره کنم، بعد خدا خواهد دوام موضوع را بریم. شما معامله را ببینین، این اصلا همین اشاره به سوی همین داملاها هست، اشاره به سوی همین شخصانی هستند که امروز منبر دارن، میکروفون دارن، امروز گویم خب برنامه دارن و سوال و جواب میکنن به مردم. باید یاد بگیرین از جوابی که جناب علی دادن. وقتی برای شما میگن که ما فلانی داملا را پرسیدیم همین خیل گفت، برادر عزیز باید مقصد وقتی که دعوای همو عالمی و دینداری داری مرحمت، این همی برای ما و شما یک مکتب و یک مدرسه، برای بسیار مناسبت دغل داریم. وقتی از نام یک اهل علم میگیرن که فلانی همین خیل گفت، دیگه میبینی که ویران میشوه، یا میگیم نامشان نگیر، یا در اینجا چی در کار نامی او را آوردن، یا اینکه مقصد این جوابی او گفته این جوابی به علمانه، این جوابی نادرسته. این معلوم است برادر است که درنی او پر کینه و پر بغض و پر حسده. اگر همین خیل جواب همه آدم در شما داد، من برای شما مصلحت میتونم که جوابی همه آدم گوش نکنی. جوابی همه آدم لازم نیست. او اول خودش تبابت کنه، او خودش باید که قلبش پاک کنه، بعد از او شما یک اون جواب بگیرید. برای همین برادرای عزیز و گرامی، همین چیز برای هر یک نفری فتوا میدادگی و اهل علم ما بسیار مهمه، خیلی مهمه. همین مناسبت و همین معامله را یاد بگیرید. اگر هم آدم نادرست هم گفته باشد، گفتی همین ایتا اگر دغلی بد نغلطد زبان ما نمیغلطم که گویم انا انشاءالله ما قطعی خیلی داملا یک صحبت میکنیم و او کس هم گفته باشه مقصد به حجت نمیگه، به دلیل نمیگه. برای همین بیا برادر دوست من جواب خدمت میگم، ما خدا خواه کسا با میبینیم ولی این مسئله را صحبت میکنیم کو بینیم که مقصد انا همین مسئله چگونه گفته. یک طرز میگوی که با همه آدم سوال دهندم اخلاصش از همین ملاها هم با کنده نشود. برای که چندین تاش گفتن ما سنجش کردیم گفتن که وقتی اینش با اینش سوال میتی مقصد تماما هم خیلی بدبینی و بسیار بدزبانیه. برای همین برادر عزیز بیا حتی همین سنجش همین بنده بگذاریم، همین ها ما را مسخره نکنن، همین ها ما را مقصد در هر جا تمسخر نزنن. حضرت علی گفتن اگر تمام علمای روی مشرق تا به مغرب بپرس مثل جناب عبدالله ابن عباس جواب دادن نمیتونن. لیکن بینیم برادران الا انی اقول، لیکن گفت منم جواب خطبه میگم اگر چنده که جواب حضرت بهترین جوابه، لیکن منم جواب میگم. اگر جوابی که حضرت علی دادن برادران گوش کنیم. این خیر الاعمال ما یقبل الله تعالی منک. گفت شما گفتین که بهترین عمل کدام عمل است؟ جناب عبدالله ابن عباس گفتن که 5 وقت نماز در وقت خواندنه. من گفت
جواب من همین است. بهترین عمل همون عملی هست که اگر او را الله قبول کنه. جوابای با حکمت ببینین. البته 5 وقت نماز بهترین عمل به شرط الله قبولش کنه. حضرت علی میره میگه بهترین عمل همون عملی که نزد الله قبول شد. یک سوال جوابش گرفتیم. و خیر الشهور، شما گفتیم بهترین ماه کدام ماه است؟ من جواب میگم ما تتوب فیه الی الله توبه نصوحا. من بهترین ماه اگر برادر من عبدالله ابن عباس گفته باشد ماه رمضان است، من میگویم که بهترین ماه همون ماهی هست که تو توبه به سوی پروردگارت کنی و با همین توبه نصوح که پاک کننده گناهت است، مقصد پیش الله مهربان مغفرت شد. یعنی همون ماهی که تو توبه میکنی و توبه تو را الله میپذیره، این بهترین ماه برای شما است. چه جوابهای با حکمتانه برادر. سوم سوال و ما خیر الایام، شما گفتین که بهترین روز کدام روز است؟ عبدالله گفتم بهترین روز جمعه است و من میگویم که ما تخرج فیه من الدنیا الی الله تعالی مؤمنا بالله. جناب علی گفتن که من میگویم که بهترین روز همان روزی هست که اگر تو با ایمان، با توحید، با یکتاپرستی، با مسلمانی اگر دنیا را پدرود بگویی، یعنی از دنیا اگر مؤمن بگذری، همان روز گو بهترین روز برای تو است. برادر عزیز، این مسئله بود که من برای شما گفتم. 3 سوالی که جناب عبدالله ابن عباس پرسیدن و حضرت جوابش گفتن گوش کردین و 3 سوالی را که آورده همین را دوباره به حضرت علی گفتن. جناب علی چی گفتن؟ جواب او را گوش کردین. ایرا در ذهنتان گیرین، هم جواب عبدالله ابن عباس هم جواب حضرت علی رضی الله عنه را بگیرین. هر دوش بسیار سخنهای با حکمتن. میتونین ایرا حتی در یک جا هم که نشستین، شما در همون سفره که می نشینین، برای آنه که شکرگزاری نعمت الهی حتی به جا بیاید، شما میتونین برادرها گین من یک مسئله خیلی جالبه برای شما حکایت کنم. وقتی شما ایرا گپ میزنین، با در هر حرفش پیش خداوند شما با ثواب میگیرین و با چند نفر دیگر هم این چیزا از شما میآموزن. الله مهربان همه تا حفظ کنه. ما یک چند سوالایی که در همین دوام صحبت با آمده است، من همون سوالها را اگر مقصد انا برای شما جواب گویم، خدا خواهد اینجا ده. خب هرگاهی که خواهرای عزیز و برادرای خیلی گرامی، همین تا اگر پدر و مادر را آگاه نکنین، خود دختری خانه باشی، خود بیوه باشی، خود زندار باشی، خود بیزن باشی، به همین آگاه کردن پدر و مادر شما مقصد انا برای برپا کردن زندگی سعی نکنی، کوشش نکنی. برادرای عزیز و گرامی، زیرا که در همین بینها همین عقل پدر و مادر یا غمخواری پدر و مادر بسیار نقش مهم دارد. از همین لحاظ من برای شما مصلحتم همینه، کسی زن میگیره، کسی شوهر میکنه، شما حتما پدر و مادر آگاه کنید. این خودشم از نگاه دینم آگاه کردنی اونا، مصلحت کردنی به اونها، عیناً برادر عزیز اینجا ریزاگی اگر اینها کی شد، ریزاگی الله می شود. وقتی اینا دستشون می بردارن و در زندگی دعا میکنن، تا در زندگی نیکبخت میشه، خوشبخت میشه. برای همین پنهانی نکنین که امروز همین
зани имрӯза бигем ё ҷавонмарди имрӯза ба дилпурира нест пинҳонӣ ҳамин корро мекунӣ, як моҳ ё ним моҳ тара занӣ мекуна ё шавҳарӣ мекуна, чизе мекунад, инҳо дарав бубинед ки байда як ягон сабабҳоро пайдо мекунанд, барое ки мақсадои инҳо зиндагӣ нест, мақсадои инҳо фиреб додан аст. аз ҳамин лиҳоз беиҷозати падару модар бигзор падару модар донанд. ҳамин одам зангирай падару модараш бидонад, падару модари таам бидонад. бигзор ҳамино мақсад айҳоли якдигар огаҳӣ пайдо кунед, кӣ будантон маълум шавад, шумо аз куҷоен, киен, чиен, баъд худо хоҳад беҳбуд мешавад. агар 4 шоҳид бошад, яъне 2 шоҳид басай, 2 шоҳид бошад, агар зан ва шавҳар бошад, лекин боз мегӯм ризогии падару модар дар инҷа муҳим аст. агар ино тану нафсшона бахшанд, молло ҳам ки набошад иҷозат, яъне ӯ бигӯяд мисол тану нафсшума бахшидам, и бигӯяд ман қабул кардам, иҷозат аст, лекин ҳатман боз аминҷа ҳам падару модаротон ҳозир бошанд. агар раҳдур бошанд, ризогишон бояд ки бошад. намози нафл фарқ надора. ҳар сураеро ки чихел дар ҳамин намозҳои суннат ҳар сураеро ки шумо интихоб мекунед мехонед, фарқ надора, иҷозат аст. ҳар сураеро ки мехоҳад дилтон метонед, мисол шумо дар намозҳои хо нафл бошад, хо фарз бошад, интихоб карда хондан гиред. бобоҷон, ай конкурсҳои ҳозира билет харидан иҷозат аст? не, иҷозат нест. ҳамин қадар савол дар ҳамин давоми суҳбати мо омада буд. бародарои азиз ва хоҳарои гиромӣ, ман барои шумо ҷавоб гардондам. аз худо умед аст ки иншаалло боз суҳбатҳомона худо хоҳад бо такрор мекунем ва дар ҳамин давом шумо метавонед саволотона тиен ва ҷавобҳошона бигиред. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.